سلام، به کانال لاستیسیتی خوش اومدین. دوباره اومدیم با یه پارت دیگه از بررسی مکمل‌ها و این بار بعد از کراتین، بتا-آلانین، گلوتامین و امگا 3 نوبت رسیده به آشواگاندا. آشواگاندایی که من قشنگ یادمه که چه تایمی بود یهو حس کردم خیلی ترند شده و سر زبونا افتاده و مقالات معتبری داره ازش میاد بیرون و خیلی داره بین ورزشکارا و محققا مورد توجه و بررسی قرار میگیره. به خاطر همین تصمیم گرفتم که امروز بریم با هم یه کوچولو راجع به این مکمل بخونیم و یاد بگیریم و صحبت کنیم. مثل همیشه سوال اول، آشواگاندا چیه اصلا؟ ببین، جنسینگ هندی اسمای مختلفی داره که یکیش آشواگانداه. این گیاه یه قسمت ویژه داره که توی پزشکی هم حتی ازش خیلی استفاده میشه و اون ریشه این گیاهه. کلا کلمه آشواگاندا در اصل دو بخشه، یعنی آشوا از کلمه اسب گرفته شده به معنی اسبه و گاندا به معنی رایحه و عطر و بو و ایناست. خب حالا این ترکیب چرا به وجود اومده؟ از اعتقاد بر این که بعد از مصرف آشواگاندا قدرت انسان مثل اسب زیاد میشه، این اسم ترکیب شده و به وجود اومده. خلاصه آشواگاندا رو چطور و چقدر مصرف بکنیم؟ توی اکثر مطالعات به صورت رایج دوز مصرفی 600 میلی گرم روزانه بوده، اما دوزهای بالاتری هم توی مطالعات زیادی استفاده شده که یک سری اثرگذاری ها رو به نسبت باز بالاتر برده. ولی میگم اون چیزی که نرمال و معمول و رایج بوده 600 میلی گرم در روز بوده. معمولا این دوز رایج رو توصیه میشه که توی 2 وعده 300 میلی گرمی استفاده بکنن افرادی که تمایل به مصرف این مکمل دارن. از نظر ایمن بودنش هم تا 3 ماهش مورد تایید قرار گرفته، ولی بیشتر از اینش واقعا فعلا نیاز به بحث و مطالعه بیشتر داره. ولی خب تا 3 ماه متداول ایمنه، چون مطالعه انجام شده و ثابت شده. از نظر عارضه هم خب قطعا مثل همه مکمل‌ها ما باید تفاوت‌های فردی در نظر بگیریم که یکی ممکنه یه واکنشی به یه چیزی نشون بده، یکی دیگه اصلا یه چیز عکس نشون بده. اما عارضه‌ای که به صورت کلی ثبت شده، بعضی از افراد مشکلات گوارشی براشون پیش اومده بعد از مصرف این مکمل. کلا سعی کنید که همه چیز رو یه حالت تستی از خودتون بگیرید، یعنی واکنشتون رو بررسی کنید. اگه میبینید واقعا یه چیزی بهتون نمیسازه، هیچ اصراری و ضرورتی وجود نداره که مصرف اون رو ادامه بدین. قطعا میتونین با رژیم غذایی یا حالا مکمل‌های دیگه جایگزین بکنید اون مشکلی که دارید و میخواین برطرفش بکنید. سوال بسیار مهمی که اصلا مبحث آشواگاندا همیشه فوکوسش روی اضطراب و استرس و کیفیت خواب و اینا بوده. اول از همه بریم اینو بپرسیم که آیا مصرف آشواگاندا بر روی اضطراب تاثیرگذار هست یا خیر؟ برای جواب بریم سراغ یه متاانالیز 12 مطالعه‌ای که حالا میانگین و بازه تایمی که مقالاتی که توی این متاانالیز استفاده شدن 8 الی 12 هفته بوده و بازه دوز مصرفی 240 الی 1000 میلی گرم در روز بوده. 8 مطالعه اومدن به صورت مستقیم این اضطراب رو بررسی کردن، دیدن که گروه مکمل کاهش چشمگیری توی بحث اضطرابشون نسبت به گروه پلاسیبو یا دارونما داشتن و 7 گروه دیگه هم کاهش چشمگیر استرس رو تجربه کردن. به کلی ما با مجموعی از مطالعات به این نتیجه رسیدیم که آره، آشواگاندا میتونه باعث کاهش اضطراب و استرس توی افراد بزرگسال بشه. از یه طرف هم با توجه به جمع‌بندی مطالعات، هم دوز زیر 600 میلی گرم در روز، هم دوز بالای 600 گرم در روز روی افراد سالم و حتی دارای علت روانی تست شده، دیده شده که کاهش معناداری میتونه روی اضطراب و استرسشون داشته باشه مصرف این مکمل. سوال بسیار مهم برای اکثر مربی‌ها و ورزشکارا، آیا میتونه باعث بهبود عملکرد ورزشی بشه یا خیر؟ طبق یه مجموعه از مطالعات بله، میتونه عملکرد جسمانی رو بهبود بده. اثرات مختلف فیزیولوژیکی و متابولیکی از طریق تنظیم کردن بعضی از مسیرهای آنتی اکسیدانی و ضد التهابی داشته باشه. که بعضی از مطالعات حتی تاثیرگذاریش روی قدرت عضلانی، توان و
آمادگی قلبی عروقی بررسی شده که گروه مکمل نتایج بهتری رو ثبت کردن به نسبت گروه پلاسیبو یا دارونما. برای ورزشکارا میتونه دوز بالای 300 الی 500 میلی گرم انتخاب هوشمندانه و مناسبی باشه برای بهبود عملکرد ورزششون، در کنارش حالا کیفیت خواب و کاهش استرس و اضطراب و غیرشون. ولی شخصی که ورزشکار نیست میتونه 300 میلی گرم در روز هم مصرفش کافی باشه براش. یه سوالی که من توی صحبتام بهش اشاره کردم همین بود که آیا آشواگاندا میاد روی کیفیت خواب اثر بذاره یا خیر. در کل دهه‌های سنی ما که اضافه تر میشن کیفیت خوابمون متاسفانه و میزانش یه کوچولو بعضی وقتا کمتر و کمتر میشه و رابطه معکوس دارن خیلی وقتا با هم دیگه که خیلی میتونه توی سلامتی ما اثرگذار باشه این موضوع. متاانالایزی که انجام شد و حالا مطالعه کردم، طبق اون در مجموعه از تحقیقات بله ثابت شده که اثر قابل توجهی روی بهبود کیفیت خواب توی بزرگسالان داشته. در نتیجه در صورت نیاز ما میتونیم مصرف بکنیم یا اگر مربی هستین در صورت نیاز میتونیم به کلاینت هاتون اینو پیشنهادش بدید. به صورت عمده هم توی این مطالعات دوز 600 میلی گرم روزانه در طی 8 هفته استفاده شده بود و امتحان شده بود. و البته یه چیز دیگه هم که ثابت شد این بود که سطح هوشیاری ما رو در حالت اضطراب آشواگاندا میتونه بالاتر ببره. به نظرم خیلی چیز خفنیه، ولی نه انقدر خفن که بخوایم همیشه تو رژیم غذاییمون داشته باشیم. توی یه برهه‌های خاصی از زندگی یا تمرینیمون میتونیم ازش استفاده بکنیم و البته روی کیفیت زندگی تاثیرگذار، یعنی تاثیر خاصی قابل توجهی نداشته. و سوالی که خیلی از مخصوصا آقایون دنبالشن، آیا روی سطوح تستوسترون تاثیرگذار هست یا خیر؟ برای جواب به این سوال میریم سراغ یک مطالعه معتبر که طی 8 هفته روزی 600 میلی گرم شرکت کننده های آزمودنی های اون مطالعه آشواگاندا مصرف کردن و نتیجهش این بود که سطوح تستوسترون در گروه مکمل حدوداً 15% افزایش داشت که به نظر من یک چیز خیلی خوب و قابل قبولیه واقعا. در صورت نیاز میتونه استفاده یا تجویز بشه. امیدوارم که باز هم از این ویدیو استفاده کرده باشید. اگه خوشتون اومده سابسکرایب یادتون نره، لایک فراموش نشه و یه کامنتی هم بذارین. دمتون گرم. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. پارتای مکملی هر وقت تموم بشه یه دنیای جدیدی رو سعی می‌کنیم شروع بکنیم که تنوع توی سبک‌های ویدیویمون داشته باشیم و خسته کننده نباشه. پیشنهادی داشتین حتما خوشحال میشم که چه توی اینستاگرامم بهم پیام بدین و بشنوم، چه آیدی تلگراممو میذارم اینجا پیام بدین و چه خواستین کامنت بذارین همینجا. دوستتون دارم. فعلا بای.